کنیم با ادامه سابقات توجه میکنیم با رقابت دسته هایی که الان نوکک شروع گردید. تیم منتخب تاجیکستان در دایره مسابقات باشکوهی بین المللی جام قهرمانان یک لحظه که واقعا هم در یک فرصت خیلی هم جالب و جاذبه حتی لحظه باز هم متوجه به حیات هم نکردیم و کامران تورسونوف از فاصله دور آنچنان برقاسا و تیر وار ضربه زد که ابراهیم علما آن را برگردانیدن نتوانست. انا گالو من گال و حساب باز شد 1-0. و واقعا یک لحظه که چون بیان کردیم که توجه میکردیم به هیئت اساسی دیگر ضرورت هم ندارد. بازی دسته ها در قسم دویم نوکک آغاز گردید